هنوز منظم نشده بود که فیلم یه دوربین مخفی رو عقب و جلو می‌کردن. تصویر تاریک بود، غیره، ولی واضح میشد دید نرد بی خانمان شبها از یک دریچه یه باری که پشت کمد بیرون میومد. اما چیزی که همه رو یخ زد این بود اون تنها نبود. در چند فریم سایه شخص دومی کنار اون مرد دیده میشد. کوتاه‌تر، غیره و طرز حرکتش غیر عادی بود، انگار 4 دست پا راه میرفت. پلیس فکر کرد شاید نور یا خطای دوربین باشه. اما روی دیوارهای خونه هم چند خط ناخن کنده شده بود، غیر تازه. شب بعد خانواده به یک هتل منتقل شدند و پلیس داخل خونه موند. ساعت 2:43 بامداد یکی از مامورا صدای خشخش از راهرو شنید. چراغ قوه رو برداشت و به سمت کمد رفت. در کمد بسته بود، غیر، اما از پشتش صدای نفس کشیدن می اومد. آروم جلو رفت. قبل از اینکه دستگیر رو بگیره، غیر در خودش تکون خورد. در یک حرکت سریع باز شد و مرد بی خانمان بیرون پرید، اما انگار دنبال فرار نبود. چهرهش خشک بود، نگاهش ثابت. مامورا محکم گرفتندش، ولی اون فقط یک جمله رو تکرار می‌کرد. اون هنوز توی دیوار. غیر، من نبودم. غیر، من فقط باهاش حرف می‌زدم. پلیس فکر کرد حزونه. غیر، تا وقتی صدایی از داخل فضای خالی کمد اومد، صدای کشیده شدن چیزی روی چوب. یکی از مامورا چراغ انداخت داخل، اما نور روی سیمکشی‌ها و لوله‌ها چرخید و بعد غیر روی 2 چشم که بین تیرهای چوبی برزد. چیزی اونجا بود، یک موجود، یک نفر. نمیشد فهمید. وقتی چراغ روی چشم‌ها افتاد، اون چیز با سرعت کشید عقب و از بین دیوار ناپدید شد. فردای اون شب تیم تحقیقاتی شکاف پشت کمد را بررسی کرده. تونل باریک پیدا کردند که سالها پیش در بازسازی خونه بسته شده بود، اما ظاهراً کامل نه. ردهای ناخن، تکه‌های پارچه و حتی اثر زانوهای کوچک اونجا بود. غیر، انگار کسی سالها داخل این دیوارها حرکت می‌کرده. پرونده هنوز بازه. مرد بی خانمان بازداشت شد، اما خودش میگه اون چیزی که توی دیوار بود، غیر، هنوز دنبال یه خانواده است و همیشه قبل از اینکه دیده بشه، غیر راه رفتنش رو تو راهرو شروع میکنه.